дӯзандагии ин ҳунари мардумӣ имрӯз яке аз шуғулҳои занони тоҷӣ гардида дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон рушд ёфт. дар ноҳияи вусъ ин маркази омӯзиши ҳунари дӯзандагӣ дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касбӣ техникӣ фаъолият намуда ҳамасола даҳҳо нафар нозугиҳои ин ҳунарро аз худ менамоянд ва баъди қадми он соҳиби корхонаҳои хурди дӯзандагӣ гардида ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мегарданд. ин духтарон шогирдони нави ин муассиса мебошанд. من سال اول است که در اینجا تحصیل میکنم و کسب دوزندگی را از خود نموده و وطن خود خدمت میکنم. رهبریت مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی در ناحیه وسع غیر از کسب دوزندگی همچنین طلبات بازار مهنت را به نظر گرفته از روی 6 اختصاص آموزش کسب هنرهای گوناگون را به راه مانده است. در سیمخانه‌های کشاد و برهوا مجهز با تجهیزات‌های تعلیمی و جلب آموزگاران صاحب تجربه مشغولیت‌ها به راه مانده شدند. هم جوان پسران و هم دختران به کسب آموزی مشغول هستند. من دانشجوی بخش یکی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه وسع میباشم. خوشبختم که در فضای آباد و آزاده وطن عزیزم امکانی آزادانه تحصیل کردن را دارم. این بخت ما را با شرافت استقلالیت و سیاست انسان دوستانه حکومت جمهوری به دست آمده است. من از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مناسبت پدرانه خود به ما جوانان راه بخت و اقبال را گشاده همیشه برای صاحب کسب و فناور دانشمند و نوآور گشتن ما تلاش‌های زیاد می‌نمایند. این عمومی محصولات در این گوشه نمونه‌ها از محصول کارهای دستی هنرآموزان این مؤسسه میباشند که در عرفه سال نو میلادی با افتخار 70 سالگی لیسه کسبی تکنیکی گرد آورده شدند. دستاوردهای مؤسسه در سمت استفاده قطعه‌های زمین‌های آموزشی نزد لیسه نظررس بوده کادرهای کارگری برای اداره‌های مکانیکی در شده آبیاری زمین‌های کشاورزی همین جا تیار میشوند. بعد ختم مؤسسه از همه اختصاص‌های ما طلبات‌ها در کارخانه و کارگاه‌های ناحیه وسع طلبات‌ها به نهایت زیادند بخصوص در اداره واسعوما در اداره با آب تامین کنی ناحیه وسع همچنین در بازار جای کاری خوب یافته ختم کردگان ما صاحب کسب بوده از عهده کسب کار خودشان به حساب میبرند. سال گذشته این درگاه کسب و هنرآموزی فعالیت 70 ساله‌اش را جمع بست کرد. در این همایش تاکید کرده شد که مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی از پیام سالانه رهبری دولت نقش چاره‌بینی‌ها را به راه مانده در آموزش نمودن متخصصان ساحه کشاورزی و رشد هنرهای مردمی سمت فعالیتش را امسال وسع می‌نماید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.